امروز قراره با مایا خانوم جواب سوالاتون رو بدیم. بهترین سگ برای کسانی که شاغل هستن. شیواوا. بهترین سگ برای آپارتمان. میتونه فرنچ بولداگ باشه. بهترین سگ برای تازه کارها. میتونه پودل باشه. بهترین سگ خانواده. گلدن رتریور. بهترین سگ گارد. ژرمن ورک. بهترین سگ برای کسانی که به موی سگ حساسیت دارن. یورکشایر. باهوشترین. بوردر کلی. بزرگترین. ماستیف. گریدین. کوچکترین. شیواوا. یکی از زیباترین ها. همشون خوشگلن. ساموئیدا هم خوشگلن. این هم خوشگله، این هم خیلی خوشگله، این خوشگله. ببین تا من گفتم اون خوشگله، میگی من خوشگلم. نگاش کن باشه تو خوشگلی، فقط تو، اصلا فقط تو باشه تو فقط تو خوشگلی، تو فقط خوشگلی، دیوونه است، تو فقط خوشگلی، تو خوشگل